ولید بفرما. قار علي صدر در استان همدان بزرگترین قار آبی. بزرگترین قار آبی دنیا است. عالی، مرسی، خیلی خوب. ببخشید دکتر جان. شیراز شهر شعر و ادب است و زرگاه حافظ و سعدی می باشد. آفرین صابرین، خیلی عالی. ایهاب، شما هم امروز کم فعال بودی، یه جمله بساز. ایهاب یالا، شنیدی؟ فکر کنم دسترسی به میکروفون نداره، داره برامون تایپ میکنه. خب اشکال نداره. این یک جلسه هدا نوشته میخوام برای دیدن برف ها به کوه دماوند برم. یعنی تو فصل پاییز یا زمستان خیلی باید کوهنورد حرفه‌ای باشی هدا، چون اون کوه خیلی بلنده و خطرناک. نزال بفرما. دکتر، مقوله روستایی زیبایی در استان گیلان است. بله ممنون. زیاد شما میخواستی جمله بگی؟ بغای زیبادی شیراز کردشکاران زیادی را چپ میکنند. فعلت چی بود؟ فعلتو متوجه نشدم.